ماه مبارک رمضان، روزه رمضان، سبحان الله، از زمانی که تو امساک میکنی 10 دقیقه 5 دقیقه قبل از اذان صبح تا زمانی که منتظر سر سفره افطار نشستید که امام بگه و مؤذن بگه الله اکبر، خداوند فرشته ای رو فرشتگان رو مسخر کرده که طلب مغفرت بکنن برای انسان روزه‌دار. سبحان الله، این روزه چقدر مهمه برای خداوند و این روزه‌دار چقدر برای الله مهمه که کل فرشتگانشو پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند 5 تا خصلت و ویژگی خداوند به امت من داده که به هیچ امتی غیر از امت من در رمضان نداده. یکیش همینه، از زمان امساک تا چه افطار فرشتگان مسخرن که برای روزه‌دار طلب مغفرت بکنن. تنها عبادتی است که ریا در اون داخل نمیشه. اگر در روز رمضان کسی بگه من امروز روزه‌ام، نیازی نیست تو بگی روزه‌ام که بخواد ریا بکنه، همه روزه‌ام. پس روزه از ریا در امانه. تفاوتش با نماز چیه؟ و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده که روزه سری است بین رب و عبد. الله گفته این سری است بین من و عبد من، کسی دخالت نکنه، پاداشش هم من خودم میدم. هر روز بهشتشو مزین میکنه. به بهشتش میگه، دومین ویژگی در رمضان، به بهشتش میگه هر چه زینت داری در رمضان بگیر. نزدیک است که بنده روزه‌دار من سختی و مشقت‌های زندگی و دنیا رو از کولش بندازه پایین و مهمان تو بشه. سومین ویژگیش این که بوی بد دهان روزه‌دار نزد خداوند از بوی مشکم چه عزیزتر و خوشبوتره. و علما میگن بعد از زوال که به طرف غروب میرید، هرچی به غروب نزدیکتر میشید این معده که خالی تر میشه بوی و رایحه بدی رو ترشح میکنه، نتیجه خلو معده هست. کراهت داره خصوصا بعد از عصر به طرف غروب که این بوی بدی که نتیجه عبادت و روزه هست بخوای با مسواک زدن از بین ببرید. مسواک کراهت داره، این بو باید به اوج برسه. این بو خریدار داره، خریدارش اللهه. بوی مشک نتیجه عبادت و بندگی است، مثل خون شهیده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده اللون لون الدم و الریح ریح المسک. خون شهید رنگش رنگ خونه، اما بوش نزد خداوند بوی مشکه. خداوند در حج موهای پریشان و صورتهای غبارآلود و قدمهای غبارآلود در صحرای منی و مزدلفه و عرفه خریدارشه. اشعث اغبره، چون که این پریشانی و این غبارآلودی نتیجه عبادته. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. چهارمین ویژگی این که خداوند شیطان رو به زنجیر میکشه. جهنم 7 تا در داره، درها رو همه میبنده و بهش 8 تا در داره، هر 8 تا رو در رمضان باز میکنه، از جمله در ریان، دری که فقط روزه‌داران امت محمد صلی الله علیه و سلم از این در وارد میشن و آخرین روزه‌داری که وارد شد اون در بسته میشه. به خاطر که در ماه مبارک رمضان اعمال صالح و کارهای خیر اونقدر به اوج میرسه و حس و حال و هوای بندگان خدا اونقدر رشد میکنه و ایمانی میشه، سبحان الله، که خود به خود درهای جهنم بسته میشه، چون اعمال خیر در دنیا به اوج میرسه. تحقیقات نشون داده در دنیا آمار و ارقام که
جرم و جنایت در ماه مبارک رمضان در کل دنیا چه کم میشه. حتی خلافکارا هم روزه هستن. اگه روزه هم نباشن چه؟ جرم و جنایت برید بخونید تو ماه مبارک رمضان چه؟ به حد اقل میرسه. اما پنجمین ویژگی امت محمد صلی الله علیه و سلم در رمضان، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند خدا در آخرین روز رمضان بر امت محمد، بر امتم منت میگذاره و مورد مغفرت قرار میده. یکی سوال کرد یا رسول الله، اون آخرین روزی که شما میگید خداوند امت منو میامرزه در رمضان، ببخشید در آخرین شب رمضان، آیا اون شب قدره؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت اگر اجیری و عاملی کاری رو شروع کرد پیش کارفرمایی، وقتی کارشو در غروب به پایان رسون مزدشو پایان کارش میگیره. این شب قدر نیست. این برادر و این خواهر روزش یک ماه کامل کرده در آخرین شب رمضان، خداوند چه؟ اونو مورد مغفرت قرار میده. شب قدر شب دیگه هست.